سلام، به چنل مؤسسه زبان دهخدا خوش اومدین. مؤسسه‌ای که 14 زبان رایج دنیا رو به صورت آنلاین، حضوری و حتی خودآموز آموزش میده. من ریحانه خانه‌عنقا هستم، یکی از مدرسین زبان ایتالیایی این مؤسسه. امروز میخوایم با هم مبحث جالب ساعت‌ها رو یاد بگیریم. ازتون میخوام که چنل مؤسسه رو سابسکرایب کنید و برای اینکه از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشیم حتما زنگوله رو فعال کنید. اول از همه بریم ببینیم که اگه توی موقعیتی باشیم و بخوایم از یک نفر بپرسیم که ساعت چنده، از چه سوالی میتونیم استفاده کنیم؟ بچه‌ها 2 سوال رایج وجود داره که من میتونم بگم که اورa'ه، چه ساعتیه، یا میتونم بگم که اوره سونو. این 2 جمله، در واقع این 2 سوال از لحاظ معنایی با هم تفاوت خاصی ندارن، ولی حالت دوم بیشتر به کار میره و شما که اوره سونو رو بیشتر میشنوید. اما چند تا نکته کلی توی مبحث ساعت بهتون بگم. اول از همه بدونید که ساعت ها اعدادی هستن که آرتیکل های فمینیله میگیرن. خب ساعت 1 در واقع عدد 1 در زبان ایتالیایی عددی هستش که مفرد در نظر گرفته میشه. بنابراین تو حالت ساعت هم که وارد میشه من از کلمه لونا باید براش استفاده بکنم. هم آرتیکل گرفته چون مفرد بوده الاپاستروف و هم اونا فمینیله هستش. اما حالا فرض کنید ساعت 1 نباشه، مثلا از ساعت 2 تا 24 که حالت جمع داره چه اتفاقی براش میفته؟ خب تو اون حالت چون فمینیل است شما آرتیکل ل رو کنار در واقع عدد ساعتتون اضافه میکنید. مثلا ل2، ل3، ل4. این آرتیکل ل کنار این عددها برای شما مشخص میکنه که آقا این عددی که من دارم میبینم مرتبط با ساعت هستش. 2 کلمه دیگه هم یادتون بدم، 12 ظهر و 12 شب. ما برای 12 ظهر از متزوجورنو یعنی نیمه روز و ساعت 24 یا 12 شب از متزنوته به معنی نیمه شب استفاده میکنیم. حالا بریم ببینیم چجوری جواب اینکه ساعت چند هست رو بدیم. توی این حالت باید حواستون باشه که 2 فرمت داریم مثل بقیه فرهنگ ها و زبان ها. یه حالتش اینه که من از حالت 24 ساعته استفاده بکنم، یعنی طور ساعت رو بیان بکنم که طرف از روی عدد ساعت من متوجه بشه که مثلا 8 شبه، چون من بهش گفتم مثلا ساعت 20. بریم با هم ببینیم. من میتونم بگم الونه، امتسوجورنو، امتزناته، یعنی هست ساعت 1، هست نیمه شب، هست نیمه روز. یا میتونم از سونو به معنی هستن، خب چون گفتم بهتون دیگه 2 تا 24 رو جمع در نظر میگیرن و آرتیکل ل استفاده کنم، مثلا سونو لتره، ساعت 3. خب حالا فرض کنید ساعت شما کامل نباشه، شما یه دقیقه رو هم بخواید بگین. تو این حالت علاوه بر ساعتی که توسط آرتیکل ل و فعل سونو به کار میره، دقیقه رو هم باید اضافه کنید. مثلا میتونم بگم سونو ل 15 ساعت 15 3 بعد از ظهر منظورمه، مثلا 25 مینوتی و 25 دقیقه. این نکته که بهتون بگم تو حالت 24 ساعته توی این فرمت شما اجازه استفاده از کلماتی مثل متزا به معنی نیم، کوارتو به معنی ربع، یا مثلا کلماتی مثل منو وقتی که میخوام بگم 20 دقیقه مونده 1 ربع مونده رو ندارید. تو حالت 24 ساعته شما موظفین علاوه بر اینکه ساعت رو دقیق و کامل میگین، دقیقه رو هم دقیق و کامل بگین. حالا این نحوه گفتار کجا به کار من میاد؟ وقتی که میخوام یک قرار کاری مهم رو فیکس بکنم، وقتی که میخوام یک بلیت خریداری بکنم، توی حالتهای خیلی مهم من از حالت 24 ساعته استفاده میکنم. چند تا مثال با هم ببینیم. اینجا ساعت مثلا 5 دقیقه به 8، ولی یادآوری میکنم گفتم تو حالت 24 ساعته شما اجازه استفاده از این که بگم مثلا 5 دقیقه به 8 هست رو ندارید. پس کامل میگم هست 7 و 55 دقیقه. یا حالا اگر 7 نباشه 19 باشه، 7 عصر، 7 بعد از شب باشه، باید از 19 استفاده کنم. میتونم بگم sono le 7:55 minuti، ساعت هست 7 و 55 دقیقه. یا ساعت بعدی رو با هم ببینیم. sono le 3، ساعت هست 3 e 15 minuti و 15 دقیقه.
حالا این مثلا فرض کنیم که 15 بعد از ظهر باشه، یعنی ساعت 3 بعد از ظهر باشه. sono le 15 minuti. تو این حالت دقیقه و ساعت رو کامل باید بیان بکنیم. حالا بریم سراغ فرمت دوم، حالت دومی که باهاش مواجهیم. حالتی که من میخوام ساعت رو 12 ساعته بیان بکنم. یعنی به جای اینکه بگم ساعت 15 بگم ساعت 3 بعد از ظهره. و توی این حالت شما مجازین که از کلماتی مثل رب، کوارتو، نیم، متزا و اون کلمه منو به معنی مونده به استفاده بکنید. برای مثال من میتونم بگم الونا یا سونوله، مثلا میتونم بگم ساعت 1 یا مثلا سونوله 2 ساعت 2. بعد میتونید از اصطلاحاتی مثل متزا استفاده کنید برای 30 دقیقه وقتی که مثلا نیم ساعت گذشته. اون کوارتو، دقت کنید که این آرتیکل اون رو کنارش بذارید. بچه‌ها اون کوارتو یعنی 15 دقیقه و حواستون باشه منظورمون 1 ربعه. چون بعدی رو نگاه کن، تو زبان ایتالیایی تره کوارتی هم داریم، 3 ربع هم داریم. توی حالتی که 45 دقیقه گذشته باشه ما 3 تا ربع از ساعتمون گذشته دیگه، پس از این هم میتونیم استفاده کنیم. تو فرمت 12 ساعته مجازین از این کلمات استفاده کنید. البته اینم بهتون بگم اگه دقیقتون رو کامل بگین، یعنی به جای کوارتو اون کوارتو بگید مثلا 15 دقیقه هست، مشکلی پیش نمیاد، فقط این آپشن به شما داده شده. اما یه نکته خیلی مهم، حالا به هر نحوی که دوست داشتین ساعتتون رو گفتین، در ادامه شما موظفین که به طرف مقابل این رو برسونید که آقا ساعت 3 که دارم بهت میگم 3 نصف شبه یا 3 بعد از ظهره. خب تو فرمت 24 ساعته شما با گفتن کلمه 15 یا 3 طرف رو متوجه میکردین، ولی تو فرمت 12 ساعته باید از یک سری اصطلاح استفاده بکنید. تقسیم بندی روز ایتالیایی ها رو توی کتاب نووسپرسو داریم. میتونم از حرف اضافه دی و این 4 تا کلمه استفاده کنم. میدونیم که یک روز ایتالیایی به 4 بخش تقسیم میشه. از ساعت 5 تا 13 متینا صبح، 13 تا 19 پومریجو بعد از ظهر و عصر، 19 تا 23 سیرا سر شب، حالت مثلا غروب تا شبه، و در نهایت 23 تا 5 که تایم خوابه نوته هستش. حالا من وقتی میگم ساعت 3 دقیقاً مثل فارسی میگم که 3 بعد از ظهره، تو ایتالیایی هم باید بگم sono le 3 مثلا دی پومریجو، ساعت 3 بعد از ظهره. اینو حواستون باشه. یه حالت دیگه که توی این فرمت 12 ساعته میتونید ازش استفاده کنید، حالتی هستش که شما بخواید بگین 20 دقیقه مونده، 5 دقیقه مونده، 1 ربع مونده. توی این حالت شما حواستون باشه ساعت بعدیتون رو باید بگید. اگه 20 دقیقه به 3 من باید بگم ساعت هست 3 20 دقیقه کم، ساعت هست 3 5 دقیقه کم. برای گفتن این 5 دقیقه کم از کلمه منو به معنی کم استفاده میکنم و بعد مینوتی منکتی رو بهش اضافه میکنم. مینوتی منکتی که میدونید یعنی چه؟ دقایقی که کم شده، دقایقی که به ساعت بعدی مونده. مثلا اگر ساعت 20 دقیقه به 3 میتونم بگم sono le 3 meno 20، هنوز ساعت 3 نشده، دارم میگم ساعت 3 20 دقیقه ازش کم شده. البته حتی توی این حالت هم شما باید دی متینا، دی پومریجو، دی سرا و دی نوتش رو بیان بکنید. به هر حال طرف مقابل شما باید متوجه این بشه که شما دارید راجع به چه بازه زمانی از روز صحبت میکنید. حالا یا از این کلمات تو فرمت 12 ساعته استفاده کنید و یا به طور کل 24 ساعته بگینش. این از حالت 12 ساعته. خب حالا وقتشه بریم چند تا مثال ببینیم که ساعت‌ها رو تو حالت 12 ساعته چطور بیان کنیم. با ساعت قرمز رنگ شروع کنیم بچه‌ها. ساعت 3:30 دیگه. حالا شما 2 تا آپشن دارید. ببینید چی نوشتم. نوشتم sono le 3:30 di pomeriggio. ساعت هست 3:30 بعد از ظهر. چون اومدم از فرمت 12 ساعته استفاده کردم، مجاز بودم که از متزا به معنی نیم استفاده بکنم و دی پومریجو رو هم اضافه کردم که طرف مقابل بفهمه که بعد از ظهره. شما اگه راحت نیستین همون فرمت 24 ساعته رو بگین sono le 15 minuti. متزا و دی پومریجو رو حذف کنید، ساعتتون رو 24 ساعته کنید و دقیقتون رو هم کامل بگید. اما بریم سراغ ساعت بنفش رنگ. اینجا ببینیم چه ساعتی رو نوشته. sono le 10 meno un quarto di sera.
چه اتفاقی افتاده؟ میگه ساعت 10 و از این ساعت 10 1 ربع کم شده و البته این دیسره رو هم به تهش اضافه کرده که به طرف مقابل برسونه. آقا من منظورم 10 شبه ها، نه 10 صبح. sono le 9:03 di sera. ساعت هست 9 و 3 تا ربع. میتونست بگه sono le 9 e مثلا حالا 45 minuti 45 دقیقه، چون به هر حال اینجا 45 دقیقه شما از 3 تا ربع تشکیل شده. میتونید انتخاب کنید 45 بگید، میتونید بگید 3 تا ربع. فقط یه نکته رو حواستون باشه، وقتی میخواید بگید 3 ربع، کلمه ربع شما یه 3 گرفته پشتش دیگه، پس کوارتی باید جمع بسته بشه. برای همینه که وقتی میخوام بگم 1 ربع میگم اون کوارتو و آرتیکل براش میذارم که مفرد بودنش رو نشون بده. اما متزا آرتیکل نمیخواد. دقت کنید چرا؟ برای اینکه ما فقط در یه حالت میتونیم از نیم استفاده کنیم، وقتی که فقط این 1 نیم، این 30 دقیقه اول پر شده باشه. پس نیازی نیست به طرف مقابل بگم آقا یه دونه نیم ساعت گذشته، 2 تا نیم ساعت گذشته، فقط یک حالت براش تعریف شده. حالا یه تمرین برای شما دارم. شما برام تو کامنت ها بنویسین که این ساعت رو چجوری میخونیدش، چند تا حالت داره، منتظر جواباتونم. حالا بریم حالت هایی رو ببینیم که علاوه بر این که از ما میپرسن ساعت چنده، ممکنه با ما بخوان هماهنگ بکنن که سر چه ساعتی همو ببینیم، یا من بگم که برای فلان ساعت میخوام یه میز رزرو بکنم. حالت اول، سوالمو ببین، با حرف اضافه ا شروع کردم. گفتم اکی اورا چی ودیامو، یعنی رأس چه ساعتی همو ببینیم، دقیقاً چه ساعتی همو ببینیم. در جواب گفتم التره منوونتی. این الهی که میبینید در واقع ترکیب حرف اضافه ا و آرتیکل لی هستش که برای ساعت 3 اومده. داریم که رأس مثلا ساعت 3 20 دقیقه کم همدیگه رو ببینیم، یا مثلا اگه بخوام بگم هول و هوش ساعت 3، هول و هوش ساعت 4، مثلا اطراف دور و بر ساعت 2، میتونم از کلمه ورسو استفاده کنم. مثلا ورسو لکواترو، ورسو لتره، هول و هوش 4، هول و هوش 3، هول و هوش 2. برای فیکس کردن تایم هامون از حرف اضافه ا یا ورسو استفاده میکنیم. اما یه حالت دیگه هم دارم. مثالمو ببین. میگم vorrei prenotare un tavolo per le 8 di sera. اگه بشه میخوام یک میزی رزرو کنم برای ساعت 8 شب. این پری که اینجا داریم دقیقاً حرف اضافه ای هست که معنی برای میده و دارم میگم ببین فلانی، من برای فلان ساعت میخوام میز رو داشته باشم، که این دیسره هم اومده که به طرف مقابل برسونه که من منظورم 8 شب یا ساعت 20 بوده. این هم از کاربرد ساعت ها و پایان مبحث ساعت. امیدوارم که به خوبی یاد گرفته باشین چطور از یکی ساعت بپرسین یا ساعت و دقیقه رو به یکی بگین. اگه دوست دارید زبان ایتالیایی رو به صورت اصولی و با برنامه‌ریزی یاد بگیرید، میتونید تو دوره‌های حضوری و آنلاین مؤسسه ما شرکت کنید. یا اگه احساس میکنید وقت کافی ندارید، میتونید دوره‌های خودآموز زبان ایتالیایی رو از وبسایت مؤسسه دهخدا به نشانی dehkhodaidu.com تهیه بکنید. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. چاو چاو.